روش‌های سنتی FIT FUT را انجام دهیم که تا 14,000 تار مو را در یک جلسه شاهد باشیم. این تکنیک به روزترین متد روز آمریکا و اروپا بوده و طبیعی بودن خط رویش و مهندسی آن با تراکم بالا شاهد موهای کاش شده به صورت یکسان خواهید بود. هرچه تراکم میزان موهای پشت سر شخص بیشتر باشد، تعداد واحدهای فولکول مو نیز بیشتر می شود. تکنیک SUT بعد برداشت با پانچ لیزری و پیوند آن شاهد هستیم با کیفیت بالا و خط رویش کاملا طبیعی تراکم بالای 14,000 تار مو در یک جلسه به بیمار میدهد که در نهایت رضایت کامل بیمار و نزدیکان شخص را شاهد خواهیم بود.